چطورین بچه ها؟ خوش اومدید به چنل وانار جی. امروز یه ویدیوی سریالی فکر نکنم یکم اذیت کنیم ملت داخلش. چه خبر؟ اولین سوژه چه میکنه اینجا؟ بیاش اذیت کنیم. سلام عزیزم، چطوری؟ سلام، مرسی. شما خوبی؟ خوب مالتون خوبه؟ هستی؟ بلا به سلامت دور، انگار باشی. تازه بیمارستان بودی. بله، تازه از بیمارستان اومدم. هیچ پولی هم ندارم، حتی پول بنزین ای هم ندارم. بابا، اینجا گیر موندم. ای بابا، پول نداری ها؟ ببین من برات یه نه. پیشنهاد دارم. جانم. من چه میخوام برم پیشنهادی؟ بیرون شهر. خب کجا؟ بیرون از شهر یه کاری دارم خب. باید انجام بدم. یه دونه بله، همراه درسته. میخوام. هستی همراهم بیای؟ پولم میدین بهمون؟ اه، اوکیه، حالا بیا با هم صحبت میکنیم. بیا باش. بیا حالا سوار شو. بریم. حاجی بچه ها میخوام حسابی عشق کمی عشق و حال براست. چه خبر؟ سلامتی داشت. خوش میگذره؟ گرد. بد میگذره، فقط بی پولیم. وضعیت خرابه. تازه از پول بیمارستان میاد اومدم. تا میره فدای سرت. الانم لنگ یه قرمونه. فدا سرت، پول میاد تا میره. حالا کی به کیه، چی به چیه؟ ها چقدر پول نیاز داری؟ قدری که مثلا به کارم برسه، بتونم موتورم بنزین کنم، یه لباس واسه خودم بخرم. لباس که همین لباس قشنگه تنته، مگه بده؟ چرا بد نیست با لباس بیمارستان وسطش خیابون؟ باز حالا خوبه، از خیلی بهتر از بقیه چیزاست. ببین مثل لباس قشنگی تنتونه. خب بکنم ببریم، نظرته؟ جانم؟ ها؟ نظرم. به خدا تعارف نکنم، بکنم ببریم. نه، دمت گرم. باز برات لباس فروشی یه لباسی برات بخرم. دمت هم آجی ببین، اول بهش لباس میدیم بعد دور لباس شد. ولی خدای امکان داره خسته بشه. نمیدونم چرا. لباس فروشی نزدیکی ها کجان؟ لباس فروشی اینا. خب تو ماشین زیبایی داری. قابل نداره عزیزم. بذار بریم اینجا لباس بخریم. بدبخت رفیقم نمیدونه داری مثل قراره من چی تنها سرش میری؟ میاد. خب بذار ما آهای وای، ملت کمرم. شطور شدن، خدا رو شکر. وای خدا. خدایا بس دیگه. داداش خودت هم الان پول نیاز داری که ماشینتو تعمیر کنی. نه خداش من سر از وسایلای چیز در میارم. میتونم، حالا امکان داره از سیم کشیش بوده باشه. خب بریم تو. بیا پایین. بیا هر لباسی میخوای بخر، من پولشو بهت میدم. برو. داداش بده، اصلا خالی خالی هم شاید باورت نشه من اصلا چیزی نمیتونم بخرم. عجب لباسی داره پس. آها تونستم یا من پول دارتره. هیچ، خب اصلا هیچ پول بنزین هم. اوکی، حالا بیا تا بریم. بیا آجی داداش اسمتو میتونم بپرسم؟ ببریم پول خفتش کن. جان عزیزم، اسمتو میتونم بپرسم؟ اسم من میتونی آدم خیر بشناسی. آدم خیر. آقای خیر یا خیرالله؟ خیرالزمینی. بیا بالا. آجی ماشین چه دمیجی شد، بد شد که. به نظرم
پس بریم ماشین رو یه فیکس بدیم بعد بریم. داداش گوشی هم واسه هم میخری، گوشی ندارم. گوشی میخوای چی کار؟ گوشی لازم دارم. من الان اگه خواستم مثلا مکانیک رو بگم بهت موتورم درسته، موتورم که از اول داغونه. بذار بهش گوشی بدی. همه هم تو جیب ما خدا رو شکر پیدا میشه جز گوشی های بیای زمین گوشی دلم. خب دیگه چه خبر؟ یه سلامت خبر سمت شما بود داره. خوش میگذره. خبری به شغل چیه؟ بله دارم ویدیو میگیرم جان. بیزنسمنی؟ باشه ازم بذارین برامون یه فیکس بزنه مکانیکه. بیا تو این مکانیکه رو برو بیار تا اون فیکسی بزنه. بریم. خیلی خوب. یه چه خبر؟ سلامتی. خوش میگذره؟ واسه ما زد شما که ندارم واسه شما بزنیم دیگه. قبل هم نزد اصلا. اوه اب نداره مفتی پامون در اومد بده. من خوبه. حالش به همینه دیگه مفتی باشه. غیر از اینه. میریم کوهنوردی؟ آره خواهر اینجا یه ویو داره ابدی. سمت چپم خوبی داره. جانم؟ سمت چپمون هم آره ویو به قول طرف بود میگه ویو ره. سد آب نیست. جان؟ سد آب. آره میدونم. خیلی قشنگه. بیا پایین بریم اینجا یه نگاه بنزیم. کجا؟ لباس خریدنم چی بود که کارام چی باشه. خب عزیزم میشه دستات بگیری بالا؟ داداش برای چی؟ شوخی میکنی؟ نه دیگه دستاتو بگیر بالا. برای چی؟ یه چی کار داری؟ ها؟ هنگ کردم. تو گفتی میریم دور میزنیم. داداش برای چی دستم میزنه قربونت برم. حالا میفهمی. هم کمک میکنی هم پناهمون میدی. آره دیگه. خب ببین من 2 تا حق انتخاب بهت میدم. ها؟ میتونیم بریم بالا. خب از بالا بنزمت پایین بس بکنم 3 تا، یا از اینجا بنزمت پایین یا اینجا. خب یا که میتونیم یه حرکت زیباتر بزنیم با یه گوله خلاصت کنم. کدومشو دوست داری؟ بنداز پایین. مطمئنی؟ بله گوله خوشم گوله خوشت نمیاد. خب اوکی میخوای گفتی پول نیاز داری درسته؟ بله. خب یه حرکتی میزنیم من ولت میکنم همینجا وایسا. خب به عنوان سیبل میخوام ازت استفاده کنم. از دستت باز کنم. خب الان برگرد به سمت من. اینجا بزنم اینجا میزنم اینجا داداش نزن. وای دستو بگی بالا. داداش گفتم منو بنداز ولی تیر نزن. یه دستم آی دستم. ای بابا آی از خونریزی افتادی نه؟ آی دستم داداش. نه نرو دیگه نرو. نداشتی داداش پنام دادی. دستم خب خیلی نامردی. میدونم عزیزم میدونم. خب به نظرتون بچه ها چی کارش کنیم؟
فکر نکنم هنوز زنده باشه. هنوز زنده ای؟ داداش منو ببر دکتر. تو که چطوری آمو؟ من ببین وضعیتم وخیمه، دارم میمیرم. فکر نکنم اینقدر هم وخیم باشه که تو میگی. تو دستیت خورد، حالا من چی شد؟ جای بدتری هم میشد بخوره ها. یکی از دستامو قطع کردی نامرد. فدا سرت. دست میخوای چی کار ها؟ داداش الان تو دست داری بده، تو باید دست نداشته باشی نه من. اه بذار یکم اونور سرت، یکم ایور سرت، یکم بالا. الان برات مثلث درست کردم. خب 3 تا شم باید بذاری اونجا که احضار جن کنی، احضار روح کنی. فرقی داداش نداره. یا ببر منو دکتر یا بذار منو بکش، قشنگ خلاصم. من آدم پاکیم. راحت خب ترجیح میدم زجکشت کنم. زجکش؟ آره دیگه من خودت خیلی میمیری. زجر تو این شهر کشیدم. اب نداره. خب پس قرارمون بر زجکشید بود. چه بهتر که زجکشت کنم. ولی خیلی نامرد. خدافظ. از پشت خنجر زدی. عجیب من کاری ندارم ما. خب آدم خوبی میتونست باشه. اینور راه داره. آره راه داره. میگم ما تا اینجا بردیم. خب بذار یه دور هم ماشین باید از روش رد چیکار کنیم؟ بیشتر زجر بکشه. چیکار کنیم؟ ببین نمیدونم جدا هیچ راه نظری نه. آها فهمیدم. الان بهتون میبینید. ببینیم چه میشود. ای بابا از پاشم رد شدم. دست سرم چیز رد خونی. باشی منو. اب نداره. پاهام له شد. من یه پلنی دارم. خب فقط دستاش خورده. یکم کمکش میکنم بلند شه. بعد که بلند شد دوره میزنمش دیگه فل میکنم میرم. نظرتونه؟ الان فقط 2 تا دستت مشکل داره نه؟ پاهمم له کردی. پام اب نداره. میتونی بلند بشی؟ فکر نکنم درست بتونم بلند بشم. یه زور بزن. نمیشه. نمیتونم بلند شم. زور بزن. نمیتونم. ببین نمیتونم. یه تیر زد و 2 تا تیر. حالا 2 تا دستت چیز خاصی نشده که. الان اگه بلنشی میذارم زنده بمونی. اما داره. اما اگه بلند نشی دیگه زنده بودن یا نبودن دیگه دست خودته. حالا انتخاب با خودت. ای بابا. خب حالا میتونی 2 تا دستاتو بهم نشون بدی؟ خب دستم از اولم نابوده، چرا دستم میزنی؟ حالش به همینه دیگه. خب بچه اینو میبرم یه جایی که عرب نیه. جو فلش میکنم میام. کمک چی میگه ویزلیوس؟ چی میگه؟ هیچ کس نیومده سریع جمع کنیم بریم. ویزلیوس که میاد کار آدم خراب میبینی؟ نیت دیگه. حالا ول کردن نداره. من ببر دکتر، هر کاری دیگه واسه میکنم. تو که چطوری آجی بچه ها یه پلن جدید دارم. میبرن جلو اومدی یکی میزنم ولش میکنم نظرتونه؟ من که پلن قشنگی به ذهنم میرسه. بذار نخون. میخوای ببرمت بیمارستان؟ خب حل الان میبرمت.
ولی شطور دیدی؟ نه فقط منو بر بیمار شما حل دیگه دیگه من قول که میدم همینه دیگه گفتم کمکت میکنم ولی در راست باید یه کاری انجام بدی دیگه الان انجام دادی دیگه خیلی نامردی خدا میزنه به کمره خدا من که از بدی مردم آی بای باش یه پلن دیگه دارم بدمش اسه ببرمش در اسه بریم نه پلن قبلی قشنگ ببین هم یه کاری کنم مگه نمیخوای بری مدیک من اینجا پیادت میکنم خب دستو باز میکنم ولی اگه فرار کردی هیچ انتظاری هم من نداشته باش خودت سوار ماشین شو باشه خودت سوار ماشین شو بیا بالا ای بابا دیدی چی شد گان حالا نمیکشه ای بابا دیدی نمیشه تیر زد اب نداره که میکشیم زیرش میکشیم خدایی سرم میکشم زیرش اینجوری ای بابا بیا بالا کاریت ندارم میخوام ببرمت مدیک بیا مطمئن باشم آره مطمئن دستم داره درد میکنه بیا اب نداره بیا یه کمک میکنی در باز کنی واسم بله حتما بذار الان اینجا برات در باز بیا الان نمیتونم دستم درد میکنه بشین درتون بسته نیست عزیز نه باز نمیتونم بشینم شما میتونید بیاین پایین من بشینم تو تست کنی خب بارو کنار بشین حالا داشتی منو له نه فرمون از دستم در رفت خودش میخوای منم میارم خودم میرم نه خودم میبرم کجا برو بیا تا بریم ولی خدای گناه داره پلنی که تو سرمون نبرستش چی میگم حیفیست نیم سر بیا ایزم برو خودت دیگه تا همینجا بیشتر من نمیتونستم بیارمت دستون در نکنم بو بگیرن ایمون خب پلن بچه ها اینجا هم تموم شد فکر کنم دوستش باشه برو بریم بچه ها پلن الان چیه؟ بذار یکی دیگه پیدا کرد یکی دیگه پیدا کرد این خیالشون هم نیست ملت آزاد نمیشه چه کنیم چه کار کنیم نشناختیم بریم ببینیم رادیو چه خبره بعدش که تمام شد سریع بیس میشه شارخشان کجای عزیز؟ منم دارم میچرخم اینیکس گفته تو بیس باش ای بابا ای بابا میدیدم پینتبال بزنیم قبول داری؟ آرزا هم اگه دسترسی داری بگو یا تو پینتبالی بزن
نمیدونم کجاست. جو وایسا خیلی خوب. کار ریزی بچه ها یه پرشمون نشه ما اینجور من حیف نی یه پرش بزنیم عشق صفحه سیتی سلندره میگیم بریم آره منم یه پدرم چه شبت آی میگیرش آی چه جامپی بنازم آجی عشق از جامپ فقط ها هشتگ جامپر تو کامنت ها باش ای بابا چه می شود بر این بی سر نشینان که بگویند بی سر نشینم جامپ دیگه باشه آقای سری بد مردم کنم یکی بریم پایین ای ماشین خوبی بود آجی ایونت پارتی و حیف است بر در میخانه بشینم چرا رفت چرا اومد کی بود این کی دوبار اومدی پریدی از کل بیس پریدی داشت سری اولش جالبیش اینجا سری اولی که پریدم رو سقف بیس اومدم بعد اومدم پایین بعد سری دومی رفتم تو درخت بعدیشی بود خدای بچه های با صفا با معرفت داری؟ چی؟ لاک پیک داری شاید مگه من دزدم که لاک پیک داشتم من دارم من الان میام بیس من دارم بیا شده بیا وای میسید اینونتوری ما خالی کنم بهش بیام من این بغل آجی یکم اذیتشون کنیم 2 دقیقه دیگه من بیس چی کار داری میکنی چا بریم چاپ بریم ای بختشو کمینم چا ماشین برداریم بریم خونه یه گان درست حسابی برداریم عشق باحال حالا ماشین هم بالا نمیاد بدبختی اینترنت داغون شارف این پینت با رخ شارف این پینت با میخوام برم خونه یه گان بردارم بیام ای میای بیا میای برو اوکی برو خب ماشین چی توشه باز کردن صندوق ببخشید چی توش نبود بریم اینجا تیر آپارتمان رضایی وقت شب کمینه آمده روی دیوار عشقشو ببینه نه بریم یه گان درستی بوسونیم عشق و حال به راه اصلا اوف خب به میذاریم اونجا بدون پامپت شاتگان برداریم میریم چجوریه ای رو بده کاکات در شاد به
خب ولی خب حیف است، گرون است. رو میذاریم اینجا. چی برداریم؟ 10 20 30 40 60 تا بی بالا. نه دلم نمیاد این گانا رو بردارم، بذار همون رو برمیداریم. شیک و مجلسی میریم خدمت. بابا سایلنسر هم که داره. صفا باشه آقا، صفا. بریم آی بریم طرف. آره بذار بریم یه پینتبال بزنیم با شاروخ شده. پس فیلم بگیره بیا. بیا بده. ببینم فشار خونم بیا همینجا. داره. شما این فدای سرت. فشار خون میخوای چی کار اصلی؟ ای بگیرش. ای لعنتی. علی دیدی تو بودی مثل میت. عجیب. قشنگ. توی بالا سر ما رد شدم. بریم کسی چیز باشه. مرده. بریم پینتبال. بساز تو بکنم. شما دوتا من تک. من گان ندارم. اتفاقا میخواستم بگم شما دوتا من تک. آقا مطمئنی شرطی شما؟ بزنیم. شرطی که داداش مطمئنی؟ بزنیم. فازیا بزنیم. شرط چقدر؟ یه میل پایه ای. یه میل. یه میل برو برش. حله. آقا اگه وایسا اگه شما دوتا باختین نفر یه میل میدی. داداش من که گان ندارم. برادر پینتبال گان نمیخواد. آره بساز تا بریم. اوکی. 500 که شرط اوکی. ورود بذار. این پسر نمیتونه گان چیز بکش، سنگ بکش، فقط چیز پیستول می‌ذاره. بذار. پیستول. پس 11 انجران. پس 11 آلبا. ساختی؟ آره ساختم. پسورد 11. گفتی تک به تک دیگه. خب بریم. ماشاءالله. آجی خدای قشنگ بازی میکنه. یکی یا بابا بامو. چرا با نایف میاد؟ آجی نایف کش. وای هدشاته. ماشاءالله. چی؟ چای دستم باز خواهم با نایف برم. آجی خدای عجیبه. اند عجیب بود یکی. داداش یعنی چی؟ صدقه شهره. خورد. دیگه چیز خاصی نیست. خورد.